الو، بله محمد. اگه راست میگی گیم رو یه استخر زیر 8 دقیقه بساز. منو دست کم گرفتی. تازه یه سقف میسازم زیر 7 دقیقه. عزت ببری ازش. تا من دارم فکر میکنم که چه صخری بسازم. شما لطفا چنل منو سابسکرایب، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید. هر پست گذاشتم براتون سریع ببینید. خب اول باید متریال کارمون پیدا کنیم. بنابراین میگردیم تو جنگل و کوه و دشت تا متریال کارمون پیدا کنیم. خب متریال مورد نظرم و همین اطراف باشه. بذار بکنیم. کجایی؟ آها، پیدا شد. خب متریال کارم جور شد و همینا باید یه صخر خفن درست کنیم. پیش از همه چی باید کتابخونه اصلی و بزرگ مپمون تا یه نقشه عالی برای ساخت صخرمون پیدا کنیم و بهترین ایده رو انجام بدیم. خب میریم یه ذره کتاب بخونیم. در رو حتما پشت سرتون همیشه ببندید. خب ایده مورد نظر پیدا کردیم. ما قبل تو مپمون یه زمین والیبال، یه زمین فوتبال داشتیم و یه صخر سرپوشیده. حالا میریم یه صخر روباز به همراه یه ذره تزئینات ریز زیر 7 دقیقه بسازیم. خب پل اصلی رو زدیم. حالا میریم کارهای صخر رو انجام بدیم. اول اسکلت 2 رو میکشیم و بعد کارهای دیگه صخر. خب اسکلت کلی تقریبا انجام شد. ای بابا این یه تیکش نمیاد. بذارش بیه دیگه. خب اسکلت به طور کامل تموم شد. میریم سراغ گذاشتن شیشه برای دیوار دور و کف تا اطراف صخر پر شه. خب کار شیشه تمام شد. همین 4 تا دونه مونده. خب الان 5 بچه مربع صخرمون رو دیوار چین کردیم، اسکلتش ساختیم. حالا میریم توشو با پر کنیم تا یه صخره قشنگ داشته باشیم. خب حالا نوبت هرچی که باشه، نوبت یه اسکلت برای سرسره آبی صخرمونه تا یه کار قشنگ داشته باشیم زیر 7 دقیقه. حالا تایم داریم. خب اول اسکلت اولیه‌شو میکشیم و بعد نردبونشو و کار دیگه شو. خب کار اسکلتش تموم شد. حالا همونجوری که گفتم میریم نردبونش رو بذاریم و بعدش کار دیگه. خب حالا کف خود صخر رو درست کنیم. از یخ استفاده میکنیم که قشنگ روش لیز بخوره. خب برای ساده تر کردن کار من اینجا رو ادیت میذارم تا شما سریع به نتیجه رو ببینید. بچه دون شده چی میگی؟ برو پایین.
اوه یا خدا، حالا اوله گرفتن، میندازیمشون پایین. بردی بچه جون، اشکال نداره، آب میندازیم خودشون میپرن بیرون. نمیخوای بری داش، دستی با پرتت کنم بیرون، اشکال نداره. حالا دستی میندازیمشون بیرون. داش برو، خدافظ. تو هم خدافظ. حالا استخرمون رو برای اولین بار تست میکنیم، میریم شخصیت سوم بازی. خب تا اینجای کار همه چی قشنگه. حالا میریم سراغ تزیین و کار زیباسازی کارمون تا زمانی که وقت بشه. خب زیباسازیش هم انجام دادیم. حالا میریم از اول از 0 استخر قشنگمون رو تست کنیم. خدا که لذت برین زیر 7 دقیقه. چه قشنگی، چه زیبا. خب قایقمون رو میندازیم، دور میشینیم روش. شخصیت سوم. اگه خوشتون اومد لطفا کانال منو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو حتما فعال کنید تا اولین ویدیو رو ببینید.